در مسیر بهبهان به شیراز در 10 کیلومتری شمال غربی فهلیان نیایشگران و ایزدانی بر سنگ حک شدند. پژواکی از روزگارانی دور، نقش برجسته کورانگون یکی از کهن‌ترین سنگ‌نگاره‌های مذهبی ایران، یادگاری از دوران ایلام با قدمتی نزدیک به 4000 سال پیش. در قاب میانی خدای مذکری بر تختی از مار چنبر زده نشسته است، تاجی شاخدار بر سر دارد و در دست چپش ماری را گرفته، در دست دیگرش گلدانی لبریز از آب که جریانش به سوی نیایشگران جاری است و به 2 شاخه تقسیم شده است. مقابلش درخت زندگی است، پشت سر او الهه‌ای با همان تاج نشسته است، او نیز ماری در دست دارد. اما این ایزدان که هستند ما هنوز با اطمینان نمی‌دانیم. برخی پژوهشگران آنها را اینیشوشیناک، خدای بزرگ شوش، و نیبریش، ایزد کوه و آب می‌دانند. اما در دیدگاه دیگر، به ویژه از نگاه دکتر مهرداد بهار، این تصویر می‌تواند نمایانگر ناپیدیشا، خدای کوهستان و آب و الهه‌ای به نام کریدیشا، سرور آسمان‌ها باشد. قاب‌های چپ و راست نقش متعلق به دوره ایلام نو هستند، یعنی قرن 9 و 8 پیش از میلاد. اما قاب میانی آن به سده 17 و 18 پیش از میلاد تعلق دارد. نخستین بار ارنست هرتزفلد باستانشناس نامدار آلمانی در آنجا کاوش کرد. اما امروز کورانگون، این سنگ سخنگو، در سکوتی تلخ تنها مانده است. باد و باران و زمان و فرسایش و زخمی که متوهمان و جویندگان گنج بر آن نهاده بودند و بدتر از همه فراموشی. امروز این سند زندگی تاریخ از ما فقط یک چیز می‌خواهد: که شنیده شود، پاس داشته شود و فراموش نگردد.